شب که فهمیدیم علاءحضرت عزیزمون میاد گفتم اینو میخوام بگم. خوش اومدی به لندن ای امید ایران، ای صدای نسلی که سالهاست برای آزادی فریاد میزنی. امروز روبروی پارلمان بریتانیا نه فقط یک جمعیت بلکه قلب یک ملت شده، ملتی خسته هستند اما هنوز امیدوار، ملتی که با تمام دستهایش هنوز همه باتریمون نبرن. نه امروز مردم آمدن تا بگن هنوز امیدوار. قدش بلندتر از چه بگیم؟ شده این معیشت تو همون حرام رضا خواهد امروز بعد از سالها مردم دوباره کسی رو میخوام ببینن میتونن صدای یک ملت باشن. امروز لندن شاهد خروش ایرانیانی بود که دیگر از گفتن حقیقت نمی‌کردن. نسلی که ایستاده تا سرنوشت کشورش رو دوباره بنویسه، نسلی که باور داره آزادی نزدیکه، خیلی نزدیکتر از آنچه دشمنان ایران تصور میکنن. Jesus.